اینان با لباسهای رنگیشان میخواهند تا پیام صلح و آرامش را برای شهروندان کشور برسانند و آنان را به زندگی در آینده امیدوار بسازند. اینجا شماری از فعالان جامعه مدنی در گردی همایی میگویند که افغانستان همواره گواهی رویدادهای غم‌انگیز است. اکنون نیاز است تا شهروندان کشور برای آینده امیدوار باشند و زندگی پر از آرامش و لبخند داشته باشند. هدفی که ما داریم به خاطر برنامه نشان دادن زندگی عادی در بین شهر کابل و دیگر نقاط مختلف افغانستان، دیگر ولایت افغانستان است. آمدیم لباس‌های خود رنگین ساختیم و هر لباسی که ما امروز به تن کردیم و دوستان به تن کردن و رنگارنگ کردیم، حق تماشون واضح وانمود میکنه که چگونه ما میخواهیم زندگی امیدبخش و امیدوار کننده را به خاطر خود و برای دیگر شهروندان رقم بزنیم. در همین حال اینان که در جاده دارالامان به رسم خوشحالی قدم میزدند، پشتیبانیشان را از کارکرد خان علی عادل نیز اعلام کردند. همغه امید ستا ملاتړ وکړو او ستا د ملاتړ لپاره نن دلته راغلي یو. موږ امید او هیله د همدې ځای نه پیلوو. همه جوانان خودجوش رنگ و امید میایم، یک امید و یک نوید و دنیای رنگی را به دنیای سیاه‌سفیدی که قبلا داخلش بوده عادل نشان میدیم که هنوز ما هستیم، دنیا هست، زیبایی ها وجود داره و زندگی زیباست. این فعالان جامعه مدنی از کسانی که دست به ناامنی ها میزنند و مردمان کشور را با خاک و خون میکشند میخواهند که به این کارشان پایان بدهند و به روند صلح بپیوندند.